السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادر دوستی سوال بود. یکم سوال همین دعای دهان بندی و بگاهی وقتی افطار به دهان کشایی همین در شریعت یگان خیل دلیل دارد. می کودکای شرط است مونه اجود کنندن. نه شرط نیستو. دعای افطار پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آن که دهان گشایند میگفتند که ذهب الظمأ وابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله. میگفتند ذهب الظمأ یعنی تشنگی رفت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، رگها تر شد، یعنی وقتی که آب میخورید قاق شده بود تر شد، و ثبت الاجر، اجرها ثابت شد ان شاء الله. میگفتند افطار میکردن. اما سحری وقتی نیت با قلب میشه، یعنی شبانه نیت میکنید که سحر روزه میگیرم، یا اینکه بهترش مطلقا نیت میکنید که سی روز رمضان روزه میگیرم. اما و همین دعای اللهم لك صمت و بك آمنت خیل نیست است. اونش هم آمادگی هست، اونش هم گوید میشه، لیکن به درجه این حدیثی اول گفتگی ما صحیح نیست، یعنی به این درجه به قوت نیست.